که پایین من داخل اینونتوری میبینید، من باید یه شب زنده بمونم. چالش خیلی سختیه ولی شما با یه لایک این چالش برای من آسون میکنه. به نزدیک غروب اینو تقدیم میکنم به چشای زیبای خودتون که الان رفت و شب شد. آقا شب شده و آره دیگه منتظر باشیم مابا بیاد و ما بریم ببینیم چیکار میشه کرد. چالش اینجا شروع شده. من باید با این یه دونه شمشیر چوبی، این پشت سر منو فقط نگاه کن. با یه شمشیر چوبی، یه دونه کلنگ چوبی و 10 تا نون و یه دونه توچ باید زنده بمونم. پامکین میبینم بچه. بریم ویلیج پیدا میکنیم یا نه؟ من غلط کردم بچه زامبی. بچه تو باید الان بری سر مدرسه. ول کن. اون چی میگه؟ بابا تو باید الان بری مدرسه. برو وای افتادم تو غار. یا خدا. این چی میگه؟ بیا برو اونور بینم. بابا بیا برو اونور. دور چیزی کوه. فکر کنم دارم داره خودم میچرخم. وای پشتم رو نکن. اون کله مثل چی میگه؟ من رونالدو میخوام. وای 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 بچه افتاد دومالم. وای